مختصرا به شما بگویم. اله هر ذاتی را که شما اله میدانین دو سه مفهوم موجود است. اله او ذاتی است که او مستحق عبادت و پرستش است. یعنی وقتی که انسان باورش بیاید که ما به او سجده بکنیم، به او خم شویم، به نام او قربانی بکنیم، این معنی دو موجود هست. معنی دوم ذاتی که ضرورتها و نیازهای مخلوق را برآورده می‌سازد. او ذاتی که ضروریات و حاجیات مخلوقات را پورا میکنه، او اله است. و او ذاتی که حکمش پذیرفته میشه و مطاع است.